خب به نام خدا. موضوع بحثمون معیارهای گسیختگی مصالح هست. بعد از تعریف چند تا مفهوم ادامه میدیم این فصل رو. در حالت کلی اگه بخوام بگم هدف این فصل به چه شکل هست، اگر از مقامات مساله یک خاطرتون باشه راجع به نحوه گسیختگی یک عضو تحت نیروی محوری خالص صحبت کردیم. مثلا اگر از مصالح شکل‌پذیر استفاده بشه نحوه گسیختگی به چه شکل هست، به صورت 45 درجه بود و میگفتیم ناشی از برش هست و اگر مصالح تورت باشه قسمت خطیشون خیلی کوتاه هست و یا اصلا قسمت خطی ندارن. این مساله سیگمایی که تعریف میکردیم سیگما آلتیمیت هست. در سیگما آلتیمیت در واقع دچار شکست میشن و زاویه شکست هم عمود بر محور طولی عضو هست و به این شکل یه مقدار راجع به شکست و نحوه گسیختگی مساله صحبت شد. در مورد خمش خالص اینکه کدوم تارها ماکسیموم تنش رو دارن. در مورد پیچش خالص باز فقط برش سنگدنان رو بحث کردیم و اینکه کجاها اتفاق میفته ماکسیموم تنش ها و از اونجا در واقع که ماکسیموم تنش ها هست گسیختگی ایجاد میشه در عضو و مسائلی مثل اینکه راجع به در واقع تسلیم عضو و اینا در مقاومت یک بررسی شد. اینجا صحبت به این صورت هستش که ما اگر یه نمونه آزمایشگاهی داشته باشیم و توی آزمایش تست کشش حالا فرض فرمایید که مسئله ما شکل پذیره در این شکلی که من کشیدم، سیگما تسلیم رو در اثر نیروی پی وای به دست بیاریم و خب میدونیم برای یه عضوی که تحت کشش هست از فصل اول هم مقاومت 2 و از مقاومت 1 هم باز این رو توضیح داده شد که مقدار تا ماکسیموم در یه همچی المانی نصف تنش نرمال هست. در واقع اگر در اثر پی وای تنش نرمال به سیگما وای برسه تا ماکسیموم سیگما وای تقسیم بر 2 در این در واقع مساله هست. خب حالا اگر یه همچین در واقع نمونه آزمایشگاهی داشته باشیم و بیایم مقدار سیگما وای به دست بیاریم، یعنی بفهمیم کجا تسلیم اتفاق میافته، میخوایم اینو تعمیمش بدیم به المانی که مثلا تو این سازه‌ای که شکل سمت راست کشیده شده یک المانی که تنش چند محوری داره. اگه تنش چند محوری داشت مثل این تنش تک محوری نبود و تنش چند محوری بود، حالا نتایج رو چجوری تعمیم بدیم، چجوری میتونیم در واقع شکست رو در این مساله بررسی بکنیم. خب موارد کاربردی که معیارهای گسیختگی میتونه داشته باشه، اگه یه عضوی داشته باشید بخواید تحلیلش کنید، بخواید بدونید حالت بحرانیش در کجا اتفاق میافته، خب باید یه تحلیلی انجام بدید برای اون عضو و در حالت بحرانی و ببینید در واقع چه مقدار بار رو میتونه این سازه شما تحمل بکنه تا برسه به اون در واقع معیاری که برای گسیختگی در نظر گرفته شده، یا برای تسلیم حالا یا برای شکست، با ترجمه اینکه مساله شکل پذیر هست یا مساله تورت هست. در طراحی اعضا خب مشخص شما بایستی یه عضوی میخواید به کار ببرید در طرح یک سازه، باید بدونید که در واقع کجا دچار تسلیم میشه، در چه مرحله دچار تسلیم خواهد شد و بارگذاریتون چقدر هست. حالا ببینید اون عضو مناسب هست یا مناسب نیست، باید عضو قوی تری یا ضعیف تری رو انتخاب بکنید. و در نهایت هم برای تفسیر نتایج نمونه‌های آزمایشگاهی بایستی در واقع شما معیارهای گسیختگی رو بشناسید. یه نکته هم قبل از اینکه بریم معیارها رو ببینیم بگم که در واقع یه معیار مشخص برای همه مصالح وجود نداره و شما بایستی بر اساس اینکه مصالحتون چگونه هست بیایید چی هست مصالحتون چی هست بیایید بهترین معیار گسیختگی رو انتخاب بکنید. معیار اول یا فرضیه اولی که برای گسیختگی در نظر میگیریم فرضیه تنش برشی حد اکثر یا ماکسیموم شیرینگ استرس تئوری هست که این فرضیه رو با عنوان معیار تسلیم ترسکا هم میشناسن. اگر که در واقع
جایی کتابی نوشته معیار تسلیم ترسکا، منظور همین فرضیه تنش برشی حداکثر هست که برای مسائل شکل و در مسائل شکل فرض به این صورت هست: در مسائل شکل اگر بزرگترین تنش برشی، یعنی بیایم بزرگترین تنش برشی رو پیدا بکنیم، به حد بحرانی برسه، المان تسلیم خواهد شد. حالا این حد بحرانی تنش برشی چیه؟ مقدار بحرانی تنش برشی عبارت است از حد اکثر تنش برشی در عضو تحت کشش و فشار در لحظه تسلیم. یعنی در لحظه تسلیم مقدار حد اکثر تنش برشی، خب میدونیم سیگما وای دوم هست، پس بنابراین برای المانی که تحت کشش و فشار هست تا ماکسیموم سیگما وای دوم. بنابراین در همه مسائل که تحت اثر تنش های چند محوری مثل این المانی که اینجا هست سیگما 1 و سیگما 2 قرار داره، بزرگترین تنش برشی به حد بحرانی برسه. حد بحرانی چی شد؟ سیگما وای دوم. خب حالا اینجا برای المان دو بعدی تنش که اینجا نشون دادم ببینیم به چه شکل است. برای المانی که حالا ما المان اصلی رو در نظر گرفتیم، یعنی تنش‌های اصلی روش هم و تنش‌های برشی صفر، بر اساس المانی که تنش‌های اصلی روش مشخص هست می‌خوایم بریم تنش برشی ماکسیموم رو حساب بکنیم. اگر خاطرتون باشه سیگما 1 و سیگما 2 وقتی که هم علامت بودن، بذارید من اینو ممکنه از جلسات پیش خاطرتون نباشه یک بار دیگه تکرار کنم. در صورتی که شما یه المان داشته باشید، المان سه‌بعدی، فرض بفرمایید وضعیت تنشتون تنش مسطح باشه، یعنی فقط تنش ها در صفحه XY هست. در این صورت اگر بیایید دوایر مهر رو رسم بکنید برای این المان، سیگما 1 بزرگترین در نظر بگیرید و سیگما 2 کوچکتر و سیگما 3 هم مقداری صفر هست. همونطور که میبینید در المان سیگما 3 نداریم. اگر سیگما 1 و سیگما 2 هم علامت باشن، اون موقع تنش برشی ماکسیموم که این مقداری هست که اینجا نشون میدم، شعاع دایره روی صفحه سیگما 1 صفر یا در واقع سیگما XZ در واقع اتفاق میافته. چون میبینید که دایره بزرگه دایره هستش که تنش در واقع اصلیش، تنش بزرگ اصلی سیگما 1 هست و تنش کوچیک اصلیش مقدارش صفر هست. بنابراین تا x پریم z پریم ماکسیموم یا مقدار مطلق حداکثر تنش برشی برابر با سیگما 1 تقسیم بر 2 هست. چون سیگما 1 منهای 0 تقسیم بر 2 میشه شعاع، میشه نصف این فاصله از اینجا تا اینجا تقسیم بر 2 بکنیم و شعاع هم همون مقدار تا ماکسیموم هست. این در صورتی که سیگما 1 و سیگما 2 هم علامت باشن. اگر مختلف العلامت باشن، اون موقع سیگما 1 رو اینور کشیدیم، سیگما 2 رو اینور رسم کردیم. بنابراین اینور در واقع محور تا کشیدیم، یعنی منفی هست. بنابراین حد اکثر یا بزرگترین شعاع این دایره مال دایره‌ای هستش که تنش سیگما 1 و سیگما 2 داره، یا به عبارت دیگه همون المانی که در صفحه X Y هست که مقدار حداکثر تنش برشی برابر سیگما 1 منهای سیگما 2 تقسیم بر 2 میشه. در واقع سیگما 1 به لحاظ اندازه به اضافه سیگما 2 میشه، چون سیگما 2 و سیگما 1 هم علامت نیستن، تقسیم بر 2 میشه وقتی که در واقع هم علامت نباشن. خب برگردیم به معیار تسلیم ترسکا. در اینجا اگر سیگما 1 و سیگما 2 have same signs، یعنی در واقع علامتشون یکسان باشه، در این صورت تای ماکسیموم همونطوری که گفتم میشه سیگما 1 تقسیم بر 2. خب طبق معیار که میگه در مسائل شکل‌پذیر اگر بزرگترین تنش برشی به حد بحرانی برسد المان تسلیم خواهد شد، بزرگترین تنش برشی شد سیگما 1 دوم. این باید چقدر باشه؟ حد اکثر، حد بحرانیش هست سیگما وای دوم، پس مساوی سیگما وای دوم قرار میدیم. سیگما 1 برابر با سیگما وای. به عبارت دیگه اندازه سیگما 1 یا قدر مطلقش حد اکثر میتونه سیگما وای باشه، یا اندازه سیگما 2، هر کدوم فرق نمیکنه، حد اکثر میتونه سیگما وای باشه. و وقتی که سیگما 1 و سیگما 2 مختلف العلامه باشن، در این صورت تا ماکسیموم شد سیگما 1 منهای سیگما 2 تقسیم بر 2 که باید مساوی با حد اکثر مساوی با سیگما وای دوم باشه که اندازه سیگما 1 منهای سیگما 2 رو به ما میده سیگما وای.
میتونیم این سه تا رابطه رو در واقع رسمشون بکنیم. اگه رسم بکنیم ببینید یه دونه محور سیگما 1 بگیریم، یه دونه محور سیگما 2. سیگما 1 مساوی با سیگما وای اندازه‌اش، یعنی چه مثبت چه منفی باشه باید به اندازه سیگما وای باشه. بنابراین میتونه سیگما 1 ایکس وای این باشه، این خطی که اینجا هست، و سیگما 1 اینجا منهای سیگما وای این خط هست. و سیگما 2 حد اکثر سیگما وای میتونه باشه، این خط رو میتونیم رسم کنیم و خط پایین در واقع سیگما 2 به اضافه منهای سیگما وای هست. بنابراین میتونیم دو تا خط رو رسم کنیم. این مال ناحیه 1 و ناحیه 3. چرا ناحیه 1 و 3؟ به خاطر اینکه سیگما 1 و سیگما 2 در ناحیه 1 و 3 هم علامتن. اما ناحیه 2 و ناحیه 4 سیگما 2 و سیگما 1 هم علامت نیستن، مختلف العلامه هستن. بنابراین تای ماکسیمومشون به صورت خط سیگما 1 منهای سیگما وای مساوی با سیگما 1 منهای سیگما 2 قدر مطلق مساوی با سیگما وای هست که این دوتا خطی میشه که اینجا کشیده شده. حالا شما در تحلیل هر عضوی که داشتید، هر سازه‌ای که دارید، میتونید در واقع مقدار تنش‌های اصلی رو المان به دست بیارید. تنش‌های اصلی که به دست آوردید با توجه به سیگما وایی که از مصالح در آزمایشگاه گرفتید میتونید نقطه‌تون و نقطه سیگما 1 و سیگما 2 رو اینجا بذارید. اگر این نقطه داخل این محیط نارنجی رنگ بود مفهومش این هست که گسیختگی اتفاق نمیافته، یا بهتر بگیم تسلیم اتفاق نمیافته. اگر روی مرز باشه در واقع میتونیم بگیم که در آستانه تسلیم هست، و اگه خارج این باشه خب در واقع دیگه تسلیم اتفاق میافته. این فرضیه یا معیار تسلیم ترسکا هست که برای مسائل شکل‌پذیر از این که خود تنش برشی کنترل میشه خودش نشون میده که برای مسائل شکل‌پذیر صادق تر هست نسبت به بقیه مسائل، به خاطر اینکه همونطور که در مقاومت که گفتیم تا ماکسیموم یا در واقع زاویه شکست در یک المانی که محوری هست زاویه 45 درجه هست و اون چیزی که بحرانی هست در این مساله مقدار در واقع تنش برشی هست. خب فرضیه بعدی فرضیه انرژی کرنشی حداکثر در تغییر شکل برشی هست که به عنوان ماکسیموم دیستورشن انرژی تئوری هم در واقع گفته میشه. این فرضیه بهش میگن معیار تسلیم فون میسس. باز برای مسائل شکل‌پذیر بیشتر استفاده میشه. اگه انرژی کرنشی ببینید اینجا معیار تسلیم انرژی کرنشی هست. اگر انرژی کرنشی در المان از مقدار انرژی کرنشی حداکثر که این مقدار انرژی کرنشی حداکثر در عضو تحت کشش فشار هست تجاوز کند تسلیم در مساله آغاز می شود. خب ما یه المان باز دوباره یک در واقع نمونه داریم در آزمایشگاه. این نمونه تنش تسلیمش سیگما وای هست و تا ماکسیموم سیگما وای دوم. اگر به چند تا اسلاید قبل برگردید انرژی ناشی از تغییر شکل برشی برای یک المان تنش تک محوری بود 1 به اضافه نو به 3 سیگما وای به توان 2 یا سیگما 1 به توان 2 بود که ما میتونیم اینجا سیگما وای در واقع داریم در آستانه تسلیم اینو بررسی میکنیم سیگما وای به توان 2 هست. این میشه انرژی یک المانی که تنش تک محوری داره. حالا هر المانی با هر در واقع تنش های چند محوری که داره بایستی انرژیش از این بیشتر نشه. برای المان سه‌بعدی انرژی دیستورشنال یا همین انرژی تغییر شکل برشی به این صورت بود و اگر شما برای المان سه‌بعدی بیاید مساوی قرار بدید با یو صفر دیستورشنال برای تک محوری که سیگما وای توش هست به این رابطه میرسید، این رابطه که اینجا نشون داده شده. و برای حالت دو بعدی کافیه که سیگما 3 رو شما 0 بذارید. شکل معادله به این شکل هست که یک بیزی هست. اگه این معادله رو بر حسب سیگما 1 و سیگما 2 رسم کنید میشه این بیزی که اینجا نشون داده شده.
و سیگما یک ببینید شما هر سازه‌ای که داشتید، هر عضوی که داشتید تحت اثر تنش قرار گرفته بود، میتونید تنش‌های اصلیش رو حساب بکنید، بعد بیایید بر اساس تنش‌های اصلی روی این محور نقطه رو انتخاب بکنید. باز اگه داخل این بیزی قرار گرفت، مفهومش این هستش که تصمیم اتفاق نیفتاده و اگه بیرون بود یعنی تصمیم اتفاق میفته در اون سازه. این اسلاید رو فقط برای آشناییتون آوردم. خواستم و در واقع جزء سرفصل درسی شما نیست و جزء امتحان هم نمیاد. فقط سوال در واقع نکته‌ای که میخواستم اینجا بهش اشاره کنم این هستش که این دایره بیزی که برای معیار فون میسس معرفی کردیم برای مسائلی هستش که داکتایل هستن و ایزوتروپ هستن و اینکه شرایطشون برای کشش فشار یکسانه، یعنی چه تنشن چه کامپرشن سیگما سی و سیگما تی سیگما وای هست. حالا ممکنه مسائلی باشه که معمولا مسائل تورد به این شکل هستن که در واقع پاسخشون در برابر نیروهای کششی فشاری یکسان نیست، بنابراین این بیزی تغییر خواهد کرد و حالا قسمت فشاریش شاید بزرگتر بشه، قسمت کششیش کوچکتر بشه و معیاری هم آقای کریستنسن معرفی کرده برای این نوع مسئله که در واقع جزء سرفصل درسی مقاومت 2 نیست. شما شاید در درس دیگه باش آشنا بشید. اما این دوتا فرضیه‌ای که میخوایم با هم دیگه در واقع خوندید، فرضیه‌های انرژی کورنشی برشی و تنش برشی همون ترسکا هست و انرژی کورنشی برشی فون میسس. اگه میخوایم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، باید به این صورت این دوتا شکل رو هم دیگه قرار بدیم و ببینیم در واقع به چی میرسیم. هر دو فرضیه یک نتیجه دارن اگر سیگما یک سیگما دو بشه سیگما وای در واقع این نقطه اتفاق میفته، یا سیگما یک مساوی صفر باشه سیگما دو سیگما وای باشه که میشه این نقطه، و یا سیگما یک سیگما وای باشه و سیگما دو صفر باشه که میشه این نقطه. در این نقطه هایی که نشون داده شده معیار ترسکا و معیار فون میسس با هم دیگه تفاوتی ندارن. اما بیشترین تفاوتی که در واقع ممکنه اتفاق بیفته در مسائلی هستش که تحت برش خالص هستن. خب برش خالص ببینیم تو این گراف ما برش خالص کجاست. برش خالص اگه یه المان در نظر بگیرید مثل المانی که این پایین نشون دادم و که تحت اثر برش خالص هست و به تنش نرمالی توش نیست، در این صورت دایره مور شما به این شکل خواهد شد، یعنی سیگما یک به اضافه یا سیگما یک منهای سیگما دو تقسیم بر دو که مرکز دایره هست مقدارش وسط هست. به عبارت دیگه سیگما ایکس به اضافه سیگما وای تقسیم بر دو مساوی صفر هست و مرکز دایره در واقع روی مرکز مختصات هست. خب در این صورت سیگما یک هست تاو و سیگما دو هست منهای تاو، یا اینا با هم دیگه برابرن. در واقع سیگما یک هست منهای سیگما دو. خب سیگما یک مساوی با منهای سیگما دو این خطی هستش که اینجا نشان داده شده. در این خط در واقع خطی هستش که مقدار در واقع پیور شیر داریم یا فقط تنش برشی داریم در المان، و در این صورت مقدار در واقع بحرانی برای معیار ترسکا سیگما وای دوم و منهای سیگما وای دوم هست. ولی اگه سیگما یک مساوی با منهای سیگما دو در فون میسس جایگزین کنید، نقطه‌ای که اینجا به دست میاد سیگما وای به رادیکال 3 و منهای سیگما وای به رادیکال 3 هست. پس برای فرضیه تنش برشی حداکثر که ترسکا هست این نقطه میشه، برای فون میسس این نقطه میشه. حتما یادتون هست در مورد مسئله یک گفتم اگر یه عضوی رو ما بکشیم و به سیگما وای برسیم، به تنش تسلیمش برسیم، اگر تحت برش قرار بدیم همین نمونه رو تحت برش خالص آزمایش برش خالص قرار بدیم، کجا ییلد میکنه؟ سیگما وای البته تو مقابل مسئله هر دوتا اینا رو من
در مقاطع مختلف گفتم سیگما وای دوم یا سیگما وای به رادیکال 3. ببینید این در واقع بر اساس دو فرضیه است. اگر فرضیه فون میسس رو در نظر بگیرید که در واقع فرضیه معتبرتری هست برای مسائل شکل پذیر، سیگما وای به رادیکال 3 هست. بر اساس فرضیه ترسکا سیگما وای دوم هست که ییلد میکنه. پس بنابراین این رو احتمالا در دست فولاد یک به احتمال زیاد استفاده خواهد شد. بدونید که المان ما المانی هستش که وقتی که تحت برش خالص قرار گرفته در سیگما وای تقسیم بر رادیکال 3 به تنش تسلیم میرسه. فرضیه بعدی که برای مسائل تورد و شکننده استفاده میشه فرضیه تنش قائم حد اکثر هست. خب همونطور که گفتیم برای مسائل تورد نقطه تسلیم اون قسمت خطی خیلی کوتاهی اصلا وجود نداره، بنابراین سیگمایی که استفاده میشه سیگمای آلتیمیت هست، یعنی در لحظه ای که اون شکست اتفاق میافته. در این حالت باز تنشی که باز به این شکل هم نشون داده شده برای مسائل تورد، تنشی که باعث گسیختگی میشه تنش نرمال هست. بر این اساس وقتی که تحت کشش قرار گرفته بشه در واقع المان، بر این اساس اگه المان رو شما سیگما 1 و سیگما 2 رسم بکنید، سیگما 1 و سیگما 2 چون تحت کشش یا فشار در واقع المان داره بررسی میشه، به اندازه سیگما التیمیت میتونن بیان در واقع تنش داشته باشن. در غیر این صورت المان گسیخته خواهد شد. خب این به این معنی هستش که اگر تنش اصلی رو محاسبه بکنید و اون نقطه داخل این مربع قرار بگیره، به معنی این هستش که در واقع المان دچار گسیختگی یا شکست نخواهد شد. در غیر این صورت اگه بیرون باشه دچار شکست خواهد شد. این در واقع یه فرضیه دیگه هست، فرضیه تنش قائم ببخشید حد اکثر به عنوان معیار رانکلین هم در واقع ازش یاد میشه. و آخرین فرضیه که البته گفته میشه در آزمایش هم چندان موفق نیست، فرضیه کرنش طولی حد اکثر هست یا Maximum Principal Stress Strain Theory. این فرضیه توسط آقای سندبنان معرفی شده و وقتی که فرض می شود اگر کرنش طولی حد اکثر به حد بحرانی برسه، این دفعه کرنش طولی است که بررسی میشه، جسم گسیخته خواهد شد. مبناش چی هست؟ مقدار بحرانی کرنش عبارت است از حد اکثر کرنش طولی در آزمایش کشش و فشار تک محوری. یعنی اینو بردیم تو آزمایشگاه، به اندازه کشیدیم که سیگما شده سیگما وای، اسم پی رو گذاشتیم پی وای، مقدار حد اکثر کرنشی که به وجود میاد سیگما وای تقسیم بر ای هست. در اون لحظه هنوز قانون هوک برقرار هست تا حد تناسب. این سیگمای ماکسیموم که سیگما وای به ای هست بایستی با اپسیلون 1 و اپسیلون 2 مقایسه بشه. اپسیلون 1 و اپسیلون 2 هم در جلسات قبل توضیح دادیم که بر اساس تنش های اصلی، کرنش های اصلی به این شکل به دست میاد که اگه مساوی قرار بدیم با سیگما وای به ای ها رو حذف کنیم از طرفین، دو تا معادله خط برامون به دست میاد. اندازه سیگما 1 منهای نو سیگما 2 باید مساوی سیگما وای باشه، یا میتونیم به این شکل به اضافه منهای سیگما وای بنویسیم اگر قرن مطلق رو نذاریم. این خطوط رو رسم بکنیم به این شکل میشه که اینجا نشون داده شده که اگر نقطه‌ای که داشتیم سیگما 1 و سیگما 2 داخل این لوزی بیفته یا متوازی الاضلاع بیفته، در واقع شکست اتفاق نمیفته و اگر خارج باشه شکست اتفاق خواهد افتاد. یه معیار گسیختگی دیگه هست برای مصالح توردی که در کشش و فشار یکسان عمل نمی کنن. خب در این صورت ما از در واقع برای اینکه بررسی بکنیم گسیختگی رو از دوایر مهر معمولا استفاده میشه. البته باز این اسلایدی که الان داخلش هستیم
فقط به عنوان آشنایی شما گفته میشه. بحثش یه مقداری طولانی تر هست که شاید در درس‌های مکانیک خاکی 1 و 2 راجبش بحث بشه، راجب معیار گسیختگی مور کولومب. ولی برای آشنایی شما فقط اینجا گفته میشه. این در واقع شاید بگم جزء امتحان شما نیستش. برای اینکه آزمایش انجام بشه ابتدا برای اینکه در واقع معیار گسیختگی رو مشخص بکنیم 3 تا آزمایش انجام میشه: آزمایش کشش، فشار و پیچش که برش خالص به ما میده در واقع پیچش. برای هر کدوم از اینا میاد دایره مور رسم میشه. این اولی که کوچیک هست مثلا برای کشش هست، وسطی برای برش هست و آخری برای فشار هست که سیگما اولتیمیت تنشن، سیگما اولتیمیت در واقع کامپرشن و تای اولتیمیت نشون داده شده. خب در واقع این دایره ها وقتی که مقدار بین اینها قرار میگیره، این دایره ها به صورت خطی در حال بزرگ شدن هستن. بنابراین اگه حالا در فشار بیشتر در واقع بتونن تحمل کنه اون مسائل شکننده، بنابراین شما این خطوط رو میتونید رسم بکنید. این خطی که این 3 تا دایره رو به هم دیگه وصل میکنه رسم بکنید و بهش فیلیر انولوپ یا اون پوش میگن. بر اساس پوش 3 دایره میتونید یه خط مماس رسم کنید، پوش رو به دست بیارید و بر اساس این پوش بگید که خب حد اکثر تنش هایی که میتونن اتفاق بیفتن در واقع تو این ناحیه هستش که اینجا پوش شده توسط 2 تا خط، چون اینا سیگما التیمیت هستن دیگه. این فرضیه بر اساس تنش‌های اصلی هم میتونیم نشون بدیم. اینجا تنش‌های سیگما و تا هست. بر اساس تنش‌های اصلی که تا الان این کار میکنیم برای فرضیه‌های دیگه هم میتونیم نشون بدیم. جایی که ناحیه اول و در واقع سوم که تنش‌ها هم علامت هستند و حالا یا کشش هستن یا فشار، مثل در واقع فرضیه تنش برشی حد اکثر خواهد شد و در این 2 ناحیه که تنش برشی حالا حاکم هست به این صورت میشه یا به صورت خط به هم دیگه وصل میشن یا اینکه در واقع به صورت یه منحنی به هم دیگه وصل خواهند شد. باز اگر نقطه‌ای که شما در نظر میگیرید داخل این قسمت رنگی باشه، مفهوم این هستش که به مرحله گسیختگی نرسیده و اگر در خارج اون باشه یعنی جسم ما گسیخته خواهد شد. اما مقایسه که بخوایم به صورت کلی بر اساس یه آزمایش انجام بدیم از معیارهای گسیختگی، میشه در واقع به این صورت گفت که یک استوانه جدار نازک در نظر میگیرن برای یک در واقع ناتشل هست از جنس مورد نظر. حالا اینجا از چند جنس انتخاب شده این استوانه، ببخشید مثلا کست آیرون باشه یا چدن باشه، کاپر باشه، استیل باشه یا آلومینیوم باشه. در هر کدوم از اینها در واقع اومده آزمایشاتی انجام شده. خب تو اینا کست آیرون هستش که تورت هست و بقیه تقریبا مسائل نرم محسوب میشن. اگر یه استوانه در نظر بگیری 2 تا درپوش داشته باشه، یه روزنه داشته باشه اینجا و از طریق روزنه هوای فشرده وارد میشه، خب از داخل این استوانه تحت فشار قرار میگیره. همینطور میتونید این استوانه رو همزمان با اینکه از داخل تحت در واقع فشار هست بکشید یا فشار بدید در آزمایش تا وقتی که تسلیم رخ بده. بر این اساس المان هایی که روی جداره این استوانه هستن در واقع تنش های چند محوری دارن. بنابراین میتونید کنترل بکنید هر کدوم از این معیارهایی که تا الان صحبت کردیم، چه معیار رانکلین باشه، معیار سنتفنان باشه که این لوزیه بود، معیار وون میسس و معیار ترسکا. همینطوری که مشاهده میکنید برای مثلا کست آیرون خب معیار مثلا رانکلین نزدیکتر هست، ولی معیارهایی که برای مسئله شک پذیر گفته شد مثل فون میسس اینا برای کست آیرون برای چدن یه مقداری در واقع اشتباه داره جواب میده و همه آزمایشی که انجام شده نمونه هایی که داشتن خارج این نواحی افتاده.
و مرز بایستی جای دیگه باشه، در واقع نزدیک همین رانکلین هست. ولی برای استیل مثلا خب باز اگه بخواید مقایسه کنید بین ترسکا و فون میسس نگاه کنید، برای آلومینیوم بین اینا قرار گرفته و یه مقداری معیار ترسکا ضعیفتر هست نسبت به معیار فون میسس. بنابراین برای مسئله نرم معیار فون میسس معیار خوبی هست که مثلا برای فولاد مثلا ما استفاده کنیم از معیار فون میسس. در ادامه خب چند تا مثال حل خواهیم کرد که در واقع برای جلسه بعد خدمتتون راجع بهشون صحبت میکنم. ممنون.